فکر میکنم که این خاطره رو از قطر من به شما گفتم. سال گذشته یا قبلش سفری در قطر بودیم. روز جمعه در یکی از مساجد قطر یه هندی رفت در گوش مؤذن یه چیزی گفت. مردم فکر کردن که تقاضای مال داره. بعد شیخ که از روی منبر آمد پایین، در گوش شیخ یه چیزی گفت، همون مؤذن صورت شیخ درخشید. بعد شیخ بلند شد، به کل اون مسجدی بود که بیشتر عرب ها و مواطنین می آمدن. بعد شیخ به مردم گفت بنشینید. نشستن. گفت اون برادر هندی رو صدا بزنی بیاد. برادر هندی رو آوردن. گفت این برادر امروز تا دیروز کافر بوده، معلوم نیست سیک بوده، بودایی بوده، چی بوده. توسط برادر مسلمانی اکرامش کرده، احترامش کرده، روش کار کرده، با هم شریک بودن توی جای کارگری میکرده، بالاخره تاثیر گذاشته روش، به قناعت رسیده که اسلام دین خوبیه، کامل ترین دینه. امروز در نماز جمعه شرکت کرده، میخواد شهادتین بده. لحظه ورودش به اسلام. و شیخ میگفت به اون هندی، رو به قبله نشسته بود، لباس تمیزی پوشیده بود، برادر بگو اشهد ان لا اله الا الله. اسلام به راحتی به ما رسیده نه، از آبا و اجدادمون ارث بردیم. بگو اشهد ان لا اله. هندی نمیچرخه. اشهد ان لا، بگو اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. هندی گفت. وقتی که این دو جمله رو گفت، کل مسجد تکبیر گفتن. هندی نگاه دور و برش کرد، از اون سرمایه‌دار میلیونر عرب و از اون مهندسینی که اونجا بودن و شخصیت‌هایی که اونجا بودن تا اون افراد ساده، همه بلند شدن، پیشونی هندی رو میبوسیدن، به آغوش میکشیدن. برادر مسلمان، تو برادر ما شدید. واقعا صحنه‌ای بود. آیا طعم و حلاوت این که کسی رو راهنمایی بکنید و بعد هدایت بشه به برکت اخلاص تو و راهنمایی تو، انسان خوبی بشه، انسان پاکی بشه، زندگی خوبی داشته باشه، انسان خدومی بشه، آیا طعم و حلاوتش رو چشیدید؟ باور بکنی شیرینی داره وقتی یه نفر توسط تو هدایت میشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم به حضرت علی در فتح خیبر گفت ای علی، اگر یک نفر توسط تو هدایت بشه در دین مؤمن اسلام، برای تو از شتر سرخ بهتره. از شتر سرخ ها. شتر سرخ اون زمان معادل مرسدس بنز امروزه. ای علی، اگر یک نفر توسط تو هدایت بشه، از شتر سرخ برای تو بهتره.